رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشدید. خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی، همه بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، همه عزیزانی که در این لحظه این برنامه رمضانی را و دروس رمضانی را مشاهده می کنید، خدمت تک تک شما عزیزان السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. الله سبحانه و تعالی برای ما توفیق بیان و برای شما عزیزان و بزرگواران توفیق شنیدن و برای من گوینده و برای شما بینندگان عزیز و گرامی الله سبحانه و تعالی توفیق عمل عنایت بفرماید. بحث ما پیرامون درس های از رمضان هست. ماه مبارک رمضان چگونه ماهی است؟ قبل از اینکه پیرامون این ماه با عظمت صحبت بشه، چه خوب است که در این درس و در این جلسه و در این برنامه پیرامون استقبال از مهمان عزیز داشته باشیم. برادر مسلمان، خواهر مسلمان، آیا می دانید استقبال از مهمان، پذیرایی از مهمان از خود شرایط و از خود برنامه خاص داره؟ مهمان عزیزی به طرف تو می آید. وقتی می شنوی بهترین عزیز به سراغ تو می آید، به دیدار تو می آید، به خانه تو می آید. اگر یک ماه قبل بشنوید از آمدنش لحظه شماری می کنید. اگر چند ماه قبل از آمدنش خبر برای تو برسه که فلان عزیزی، فلان مهربانی، فلان کسی که تو عاشقش هستید، او را دوست دارید، میخواهد طرف تو بیایه، چقدر لحظه شماری میکنید؟ چقدر انتظار میکشید؟ چقدر روزها و ساعتها و ثانیه ها را شمارش میکنید در انتظار بهترین دوست؟ و چقدر خانه را سر و سامان میدهید و چقدر کوشش میکنید پذیرایی خوب و پذیرایی زیبایی از آن مهمان دوست داشتنی خود داشته باشید. حالا این مهمان عزیز که تا لحظات بعد
پشت دروازه خانه ما را در میزند، ما از این مهمان چگونه استقبال میکنیم؟ این مهمان کیست؟ مهمانی که همراه خود تحفه های گران قیمت داره، مهمانی که همراه خود هدایای با ارزش داره، مهمانی که با دست خالی نیامده، خیلی با دست پر آمده تا دست من و تو را بگیره، به طرف فوز و فلاح و رستگاری سوق بده. این مهمان کیست که مهمان خانه من و تو شده؟ این مهمان ماه مبارک رمضان هست، ماه رحمت و مغفرت و ماه نجات از آتش جهنم. برای استقبال از رمضان چی آمادگی دارید؟ چگونه میخواهید از این ماه رحمت و مغفرت پذیرایی داشته باشید؟ پذیرایی از ماه مبارک رمضان چیست؟ اندک مهمانی میآیه، پذیرایی داریم، موتر به استقبالش روان میکنیم، خانه را جارو میزنیم، خانه را عطر فشانی میکنیم، غذاهای رنگارنگ میسازیم تا بتوانیم رضایت مهمانی که او در خانه ما چند لحظه قرار میگیره و پس برمیگرده، با انواع مختلف کوشش میکنیم از او پذیرایی کنیم. حالا متفاوت هست، اگر مهمان یک فرد بزرگ باشه یا از طرف یک فرد بزرگ آمده باشه، استقبالش و پذیراییش متفاوت هست. این مهمان عزیز ماه مبارک رمضان، این از جانب کی آمده و این پیک و خبررسان و هدایایی که همراه خود داره از جانب کی آورده؟ خواهر مسلمان، برادر مسلمان، ماه مبارک رمضان این مهمان عزیز از جانب رب العالمین آمده. هدایایی که داره از طرف خودش نیست، این هدایا را پروردگار عالم به این داده که برو برای بندگان ما بدی. پس باید از این مهمان به اندازه قدر و شأنش پذیرایی بشه، به اندازه عظمت و بزرگیش باید پذیرایی بشه. پذیرایی از ماه مبارک رمضان، از این مهمان عزیز، از این مهمان دوست داشتنی، از این پیک، از این خبررسان رب العالمین که برای ما خبر آورده، برای ما هدیه آورده، برای ما تحفه آورده، باید ما چگونگی استقبال از رمضان را بدانیم. استقبال از ماه مبارک رمضان اینه که قبل از ماه مبارک رمضان ما دعا داشته باشیم این ماه مبارک رمضان را برای ما ماه با امن و با ایمان و سلامت و با اسلام و از تو توفیق این را میخواهیم که رضایت تو را به دست بیاریم و از تو توفیق عبادت و بندگی میخواهیم. وقتی این دعا را کردید، الله اکبر، اللهم اهله علينا بالامن والایمان والسلامة والاسلام،
یک نکته را باید فراموش نکنیم که این دعا تنها در دیدن ماه مبارک رمضان نیست. این دعا همه ماهایی که در ابتدا وقتی میبینید حلول هر ماه را این دعا را داشته باش و از خداوند امن و ایمان و اسلام و سلامتی و توفیق عبادت و اینها را طلب بکن. از جمله استقبال از این مهمان عزیز، از این مهمان دوست داشتنی، حمد و شکر پروردگار عالم را به جا کردن. 5 ماه قبل از رمضان انتظار رمضان را میکشیدید. 3 ماه قبل از رمضان، 2 ماه قبل از رمضان اشک میریختی و گریه میکردی و میگفتی اللهم بلغنا رمضان. الان الله این دعای تو را قبول کرد و تو وارد ماه مبارک رمضان شدی و این مهمان عزیز و دوست داشتنی مهربان الان آمده کنار تو. چه کار بکن؟ حمد پروردگار را داشته باش، شکر پروردگار را داشته باش. لئن شکرتم لازیدنکم. از الله سبحانه و تعالی توفیق عبادت، توفیق خدمت در این ماه مبارک رمضان داشته باش و از الله طلب کن که ای الله مرا به رمضان رساندی، رمضان را به من رساندی و از تو توفیق عبادت و بندگی میخواهم. از جمله استقبال از ماه مبارک رمضان فرحت و خوشحالی در رمضان هست. خوشحال باش، مسرور باش. رسیدی به اون آرزویی که ماها دعا می کردی اللهم بلغنا رمضان. شبها گریه می کردی که یا رب مرا به رمضان برسان. الان فرصت عبادت و بندگی در رمضان برای تو پیدا شده. خوشحال باش. قل بفضل الله و برحمته فبذلك فلیفرحوا. وقتی فضل الله شامل حال تو شد، رمضان فضل الله هست، این مهمان فضل الله هست، باید خوشحال باشی به خاطر اینکه به این نعمت عظیم و بزرگ رسیدی. همچنین از استقبال از این مهمان عزیز اینه که تقسیم اوقات درست در این ماه مبارک رمضان داشته باشی. تقسیم اوقات تا شب و روز تو به غفلت نگذره، شب و روز تو به خواب و به هوا و هوس نگذرد. تقسیم اوقات از جمله مسائلی که مرتبط میشه به استقبال از این ماه مبارک رمضان. خواهر مسلمان، برادر مسلمان، استقبال از ماه مبارک رمضان از این مهمان عزیز و دوست داشتنی اینه که عزم و اراده محکمی به اجرای عبادت داشته باشی. شب اول ماه مبارک رمضان هست، از همین لحظه تصمیم بگیر، عزم و اراده محکمی داشته باش به عبادت الله سبحانه و تعالی. شب اول رمضان هست تا نگاه کنی شب اخیر رمضان میشه و این تو هستی که با عزم و اراده محکم میتوانید از رمضان درست استفاده کنید. از جمله استقبال از ماه مبارک رمضان دانستن احکام و مسائل روزه هست. خود را واقف بکن. شروط روزه، احکام روزه، مستحبات روزه، آداب روزه، واجبات روزه، مفسدات روزه، مکروهات روزه، همه اینها از این مهمان این استقبال هست. به چی چیز این مهمان خوشحال میشه، به چی چیز ناراحت میشه، ما باید اینها را بفهمیم، ما باید بدانیم. چگونه از علما پرسان بکن، رسانه های اسلامی را تعقیب بکن، پیرامون
روزه و مسائل روزه بحث هست، مسائل احکام روزه برنامه‌های اسلامی هست. پس بناهن از استقبال ماه مبارک رمضان واقف شدن و دانستن احکام و مسائل روزه هست. همچنین از جمله مسائلی که مرتبط میشه و ارتباط داره به استقبال ماه مبارک رمضان توبه هست که انشالله پیرامون توبه مفصل صحبت میشه و همچنین آمادگی های دیگری باید هر کدام ما به نوبه خود داشته باشیم. استقبال از ماه مبارک رمضان اینه که ما آمادگی داشته باشیم. چگونه آمادگی؟ اگر عالم هست باید آمادگی درس و تعلیم برای بندگان الله سبحانه و تعالی. اگر تاجر هست باید آمادگی داشته باشه برای افطاری دادن، برای فقرا و مستضعفین کمک کردن. اگر هر کدام ما، اگر عوام هست باید جستجو بکنه که در این ماه مبارک رمضان کجا درس تفسیر هست، کجا درس حدیث هست، کجا درس فقه هست، در کدام مسجد، در کدام مرکز اسلامی. پس به اینه که اینها مسائلیه که از جمله استقبال ماه مبارک رمضان. عزیزان و بزرگواران، از این مهمان باید درست و صحیح استقبال بشه، درست و صحیح پذیرایی بشه، تا اینکه کسی که این رمضان را فرستاده، کسی که این رمضان را روان کرده، کسی که این رمضان را عطا کرده، کسی که این ماه زیبا را برای ما فرستاده، تا او از ما راضی بشه. ما هر قدر از نماینده شخص استقبال بکنیم طرف راضی میشه. ولله المثل الاعلی. مثال و بیان من این بود که هر قدر ما رمضان را از خود راضی بگردانیم متوجه باشیم که رب ما از ما راضی میشه. و همچنین استقبال از ماه مبارک رمضان بحث ها زیاد هست. مسئله صله رحم هست، مسائل اینه که در بدایت رمضان از همدیگر طلب حلالیت داشته باشیم. اگر با کسی جنگ کردیم، دعوا کردیم، مشکلی داریم، بریم از او معذرت بخواهیم. اگر حقش را ضایع کردیم حقش را بپردازیم. اگر مالش را به حیف و میل و به اینها کشانده شده بریم از او بالاخره عذر معذرتی اینها داشته باشیم تا اینکه در عبادات ما لذت بیایه. به هر حال سخن اخیر من این هست که از رمضان چنان استقبال کنید مثل که زمین خشک از باران استقبال می کند، مثل که مریض از طبیب استقبال می کند، مثل که عاشق از معشوق استقبال می کند. تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را خداوند کریم و رحیم می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان، رمضان یا رمضان. ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار.